نشر تصاویر تازه غیر اخلاقی لطیف عزیزی در صفحات مجازی. دلیل نشر این گونه تصاویر لطیف عزیزی چی بوده است؟ آیا با واقعیت لطیف عزیزی در فیلم های امریکایی نقش ایفا می کند؟ لطیف عزیزی در امریکا توسط چه افراد حمایت می شود؟ گفتنی های تازه درباره زندگی جنجالی لطیف عزیزی در کشور امریکا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. لطیف عزیزی دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده، معروف و مطرح در میان رسانه‌های افغانستان است و کارهای هنر موسیقیش را از تلویزیون جهانی طلوع و برنامه ستاره افغان آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت خوبی برای خودش پیدا کند. لطیف عزیزی بعد از ختم برنامه ستاره افغان هم به کارهای هنر موسیقیش می پرداخت. کارهایش مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می گرفت. این همه در حالی است که تازه تصاویر لطیف عزیزی در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور امریکا به کارهای غیر اخلاقی روی آورده است و قرار است در بزرگترین فیلم های امریکایی نقش ایفا کند. لطیف عزیزی بعد از تولد سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا بست و کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرد و تا کنون دیگر آهنگ جدید نسروده است. دلیل دوری لطیف عزیزی از هنر موسیقی تا کنون به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست، ولی هر انسان خودش می‌داند و زندگیش. ما در انتظار نشر تازه‌ترین کارهای رسانه‌ای از این هنرمند جوان و با استعداد افغان خواهیم بود. دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیف عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.